تاریخچه ساخت موبایل. ساختن موبایل به شکل امروزه موضوعی نبود که به یک بارگی کار آن شروع شود. قبل از اختراع موبایل بعضی از وسایل دیگر اختراع شد که به اختراع موبایل کمک زیاد کرد، از قبیل تلفن و رادیو. اولین موبایل در سال 1973 میلادی توسط مارتین کوپر امریکایی در کمپانی موتورولا ساخته شد. من مارتین کوپر هستم. مرا مارتی صدا کنید. مرا به عنوان پدر موبایل همراه میشناسند. من و همکارانم اولین موبایل همراه را به جهان معرفی کردیم. این موبایل اولیه بیش از 1 کیلوگرم وزن داشت و تنها حدود نیم ساعت قابلیت نگهداری چارج را داشت. اختراع مارتین کوپر یک نقطه عطف در تاریخ ارتباطات است. ما اینجا در خیابان‌های نیویورک هستیم. در 3 اپریل سال 1973 من با یک ژورنالیست بودم و باید بر او تاثیر می‌گذاشتم. فکر کردم چرا ریسک نکنم و به جوئل انگل زنگ نزنم. او هم پیشه و رقیب من در شرکت AT&T بود. موبایل را برداشتم و شماره‌اش را گرفتم. باور نکردنی بود. او جواب داد. گفتم سلام جوئل، منم مارتی کوپر. او گفت سلام مارتی. گفتم از یک موبایل همراه زنگ میزنم، اما یک موبایل واقعی، دستی، شخصی و قابل حمل. در آن سوی خط سکوت بود. حدس میزنم دندانهایش را روی هم فشار میداد، اما مؤدبانه رفتار کرد. مکالمه را تمام کردیم و آن نخستین تماس موبایل همراه در تاریخ بود. حسی که هنگام موفق شدن آن تماس داشتم آرامش خاطر بود. این واقعا کار کرد. اصلا فکر نمی کردم این لحظه تاریخی باشد. هدف اصلی از ایجاد موبایل ارتباط از راه دور، افزایش دسترسی به اطلاعات و استفاده تجاری بود. ما باور داشتیم و هنوز هم باور داریم که آزادی یعنی بتوانی هر جای صحبت کنی و باید نشان میدادیم که یک موبایل دستی و شخصی ممکن است و بهترین راه این بود که واقعا یکی بسازیم و این همان چیزی بود که ما را به ساخت اولین موبایل همراه واداشت. خوبی های استفاده از موبایل. موبایل به عنوان یک وسیله ارتباطی دارای مزیت‌های فراوانی است. موبایل جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است. دسترسی به اطلاعات در هر زمان و مکان، ارتباطات سریع و سرگرمی. اما موبایل با داشتن این همه خوبی ها دارای ضررهای هم می باشد. ضررهای موبایل: آسیب‌های چشمی. یکی از بزرگترین ضررهای استفاده از موبایل ضرر رسیدن به چشمها است. تمرکز زیاد و پلک نزدن در هنگام استفاده از موبایل باعث می شود تا عضلات چشم خسته شوند و چشم به مرور زمان ضعیف شود. ضررهای مغزی: استفاده بیش از حد از موبایل باعث ضعف حافظه می شود. امواجی که از موبایل پخش می شود به مرور زمان شخص را دچار یاد فراموشی می کند. استفاده بیش از حد از موبایل باعث بیخوابی می شود. ضررهای هورمونی: شعاع موبایل در دراز مدت باعث تغییرات هورمونی می شود. تلف شدن وقت: بیشتر جوانان و نوجوانان ساعتها مصروف موبایل می باشند که این امر سبب تلف شدن وقت آنها می شود. هدر دادن سرمایه: در دنیای امروزه کمپانی های مختلف در بازار تولیدات موبایل دارند و آنها به پیمانه زیاد موبایل تولید می کنند و این امر باعث می شود تا خرید و فروش این وسیله ارتباطی در بازار رونق خوبی داشته باشد و این باعث می شود تا جوانان و نوجوانان با هزینه های هنگفت از این محصولات
استفاده کنند. طبیعی است موبایل با کیفیت بهتر هزینه بیشتر ضرورت دارد. به خطر افتیدن امنیت شخصی. موضوع هک و داخل شدن به حریم شخصی دیگران یکی از موضوعهای داغ این روزهای جهان است. بعضی از هکرهای ماهر در سرتاسر جهان کوشش می کنند تا وارد حریم شخصی شما شوند و از آن استفاده سو نمایند. گوشه‌نشینی. بیشتر جوانان و نوجوانان ما از موبایل استفاده بیش از حد می کنند و این امر سبب می شود تا آنها از جامعه فاصله بگیرند و به مرض افسردگی دچار شوند. موبایل ضررهای زیاد دارد. ما در اینجا فقط به چند محدود آن اشاره کردیم. مردم با موبایل های هوشمندشان خیلی زیاد به آنها نگاه می کنند. باید بگویم که من واقعا ناراحت می شوم وقتی کسی را می بینم که هنگام عبور از سرک به موبایل همراهش نگاه می کند. این یک اتفاق خیلی رایج است و آنها گویا که ذهنشان جای دیگری است. چگونه یک جوان مسلمان باید از موبایل استفاده نماید؟ موبایل هم مانند بیشتر وسایل ساخته شده دو بعد دارد، بعد خوب و بعد بد، و این مربوط به شخص می شود که از آن چگونه استفاده می کند. چون فعلا موبایل یک وسیله جهانی شده است، بنابراین جوانان می توانند خیلی راحت توسط موبایل تحقیق کنند، درس‌های خویش را ادامه دهند، در انجام کارهای خانگی کمک بگیرند. با موبایل ما می توانیم یک کتابخانه الکترونیکی داشته باشیم. جوانان می توانند که کتاب‌های مختلف را در موبایل خود داشته باشند و در هر زمان و هر مکان از آن استفاده کنند. همچنان جوانان مسلمان می توانند استفاده های دیگری هم از موبایل نمایند که ما در اینجا تنها چند از آن را یاد کردیم. راه های مقابله با اعتیاد موبایل. موبایل هم مانند همه وسایل دیگر یک وسیله اعتیاد آور است که این اعتیاد بیشتر جوانان و نوجوانان را در معرض خطر قرار می دهد. برای جلوگیری از اعتیاد موبایل بعض راهکارهای است که می توان از آن استفاده کرد. زمان خود را مدیریت کنیم. بهترین راهکار مقابله با اعتیاد موبایل مدیریت زمان است. ما باید بفهمیم که چی زمان باید از موبایل استفاده کنیم. بعد از حد اکثر 20 دقیقه استفاده از موبایل به چشمهای خود استراحت دهیم. موبایل هایتان را به جای خوابتان نبرید. بیشتر جوانان و نوجوانان عادت دارند قبل از خواب از موبایل استفاده کنند که این کار سبب بیخوابیشان می شود و اگر اینها یاد بگیرند که موبایل های خود را به جای خوابشان نبرند، این هم یکی از بزرگترین راه های مقابله با اعتیاد است. حذف گیم ها. با وجود اینکه گیم ها وسیله سرگرمی هستند، اما باز هم بعض گیم ها اعتیاد آور هستند که با حذف این گیم ها می شود تا حد زیاد از اعتیاد به موبایل جلوگیری شود. حذف شبکه‌های مجازی. یکی از بهترین راه‌های ارتباطی با دوستان و یا هم فامیل که در خارج از کشور به سر میبرند استفاده از شبکه‌های مجازی است. اما ما باید بفهمیم که چگونه از شبکه‌های مجازی استفاده کنیم و به خاطر تعداد زیاد از شبکه‌های مجازی باید بیشترشان را حذف کنیم. با آن هم در جهان تکنولوژی و ارتباطات موبایل یک وسیله خیلی مهم تلقی می شود.